مشاهده من شخصا با مخصوصا روزنامه کم توجه میکنن ژورنالیست های جوان، بیشتر به رسانه های الکترونی ذوقشون بلندتر. اکنون این گازیت همین نوشت و سخن کردی، واسطه های اخبار الکترونی همون تکنیک کردی. من گمان میکنم که همین قدر و قیمتی سخن و کلام همه وقت احترام داشتن و در کار و ژورنالیستی نو کار می، تجربه دار می، نفقه خور می، باید همیشه قدر کلام و سخن و رسیدن در کار. فیض‌الله عطاخوجاев ژورنالیستی ورزیده ولایت سوخت مشاهده و تحلیل‌هایش را خلاصه کرده میگوید که امروز نسل نوی ژورنالیستی که به مطبوعات کم توجه میکنند، اما نباید چنین باشد، زیرا نقش مطبوعات در انعکاس سیاست و اجتماعیات عموما خودگی خلق مهم سری وقتی است. این ژورنالیستی سابقه دار که در دو زمان هم اتحاد شوروی و هم زمان استقلالیت تاجیکستان فعالیت میکند، رشد ژورنالیستیک امروزه را به نسبتاً آزاد بودن آن وابسته میکند. دور شوروی یک وقت یک نمود نشاندادها بود برای ژورنالیست ها، یک دایره معین بود که از همین هرچند قانونی مطبوعاتی دوری SSR بود، حالی قانونی مطبوعاتی خودی جمهوری ما قبول نشدگی بود، نبود، یک قانون عمل میکرد. در اساس همون ژورنالیست ها فعالیت میبردند. اگر امروز که مقایسه کنیم دوره زمان استقلالیت ژورنالیست ها یک نوع آزادی داد. همون وقت هم آزادی بنامش بود، لیکن مقایسه کنیم فرقش نهایت کلان. فیض‌الله عطاخوجاев امروز 75 ساله شد. تجلیل سالگرد مولودش را در اداره روزنامه ولایتی حقیقت سوخت برگزار کردند. دوستان، پیوندان و شاگردان به هم آمده به مناسبت سالگرد عمرش تبریک کردند. گفته شد که فیض‌الله عطاخوجاев بیش از 60 سال کار کرده در ساحه ژورنالیستیک تاجیک، مخصوصاً مطبوعات سهمی بزرگ گذاشته است و شاگردان زیاد را تربیت کرده است. نفری که در مرحله های خیلی حساس کشور، خاصه سالهای 89-94 سردبیری همین روزنامه ولایتی را بر دوش داشتند که در همان وقت تا حتی حکومت به سرابان بود، یعنی تا حتی تمامی ساختارها فلج گردیده بودند. یعنی بعضی نفرهای اهل علم هم تا حتی گمراه شده بودند، لیکن در همین مرحله با یک موقع استوار، موقع سازنده، یک ساختار اساسی ایدئولوژی بزرگی جامعه نگاه داشته، در همین موقع حکومت نگاه داشتن این کاری سهل نبود. برای من فکر میکنم که این پیش از همه از راهبری همین اداره وابستگی خیلی کلان داشت و از این خاطر ما به همین خدمت‌های بزرگ و ماندگار استاد همیشه با افتخار نام استاد ارجمند فیض‌الله عطاخوجاев را به زبان میگیریم که توانستند که در همین مرحله با موقع استوار و سازنده خودشان همین آبروی و اعتبار روزنامه ما را نگاه داشته توانند. باید تاکید کرد که روزنامه‌نگار فیض‌الله عطاخوجاев در حفظ ساخت کنستیتوسیونی دولتی تاجیکستان توسط روزنامه حقیقت لنین‌آباد حاضر حقیقت ساخت سهم گذاشته است. یعنی روزنامه‌نگار از رفت برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان همه روزه شروع از آمادگی این اجلاسی تاریخی تا به برگزاری آن و نتیجه آن گزارش ها را سریع وقت به مطبوعات انتشار کرده است. دوستانش میگوید که سهم او نه تنها در سیاست بلکه در جنبه های گوناگون خواجگی خلق بزرگ است. همین خیل فضای
برای ژورنالیستان، برای